الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 12 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از مسائلی که در حلقه گذشته صحبت نمودیم در حلقه 11 بیان کرده می شود. حلقه دیروزه ما این بود که دعوت به سوی شهادت ان لا اله الا الله اولین واجبیت برای اهل توحید است و اولین دعوتی که انسان باید به سوی همون مردم را دعوت بکند این توحید است. و ما سوره یوسف آیت 108 را یک قسمش را بیان نمودیم و حالا باشد باقی مانده از مسئله را از این آیت به شما بیان خواهیم نمود. الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشرکین. بگوی محمد صلی الله علیه وسلم این راه من است، این منهج و دین من است. ادعو الى الله، به سوی الله دعوت میکنم. به سوی الله یعنی به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی، به سوی یگانه الله را عبادت نمودن، به سوی ترک شرک، به سوی کفر ورزیدن به طاغوت، به سوی الولاء والبراء و به سوی کلمة الاخلاص، کلمة التقوى، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله دعوت میکنم. با علم و بصیرت، با دلائل و برهان، با حجت قاطع. انا و من اتبعنی، من و همون کسانی که همراه من از صحابگان هستند. فسبحان الله و ما انا من المشرکین. فسبحان الله، پس الله پاک است و من از جمله مشرکین نیستم. اولا بدانید که حکم دعوت به سوی توحید چیست. این مسئله را امام محمد بن عبدالوهاب در اولی کتاب الاصول الثلاثه خود، یکی از کتاب‌های به نهایت نفیسی که در مسئله عقیده نوشته شده است، این مسئله را حکمش را بیان میکنند و میگویند: اربع مسائل یجب علی کل مسلم تعلمها. 4 مسئله که به هر یک مسلمان تعلیم گرفتنش، فهمیدنش، دانستنش، آموختنش واجب است. اولینش علم است، بعد از این عمل است و بعد از این دعوت است. یعنی دعوت به سوی توحید این از واجبات است. به هر یک زن مسلمان و به هر یک مرد مسلمان، هر کسی که یک کلمه از توحید را فهمید، معنای کلمه توحید را فهمید، باید به دیگر کس رساند. هر کسی که شرک را فهمید باید به دیگر کس رساند که شرک این یک بزرگترین گناه است که الله نمی بخشد. پس برادرم و خواهر عزیزم، حکم دعوت به سوی توحید واجب است. هر کسی که توحید را آموزد اما دعوت نکند، این گناهگار است، بزرگترین گناه را انجام داده است. اگر علما و طالبین باشد به نهایت گناه بزرگ، اگر انسان عادی باشد البته گناه است. چرا که دعوت فقط وظیفه عالم و طالب نیست، دعوت وظیفه امام و مشایخ نیست، این چنین دعوت وظیفه هر یک مسلمان است، هم زن و هم مرد. برای همین شما باید زنده باشید. اهل توحید همیشه زنده باید باشد. اهل توحید خواب نباشد. اهل توحید نباید بی‌پروا باشد. اهل توحید باید همیشه غم دیگران را بخورد.
همیشه کوشش بکند که توحید زنده بشود. برای بالا رفتن کلمه لا اله الا الله، برای اینکه لا اله الا الله در بین مردم آشکار شود، ظاهر بشود و حکمش تطبیق بشود، باید دعوت بکند. پس حکمش واجب است. چله که همین را دیگری از علما، محشی ابن قاسم در حاشیه علی التوحید ذکر میکند که واجب است. قول صحیح دعوت به سوی توحید این واجب است، از واجبات دین است. چله که حتی علما دلیل را هم میارند که حدیث معاذ رضی الله عنه و اینچنین حدیث علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که ان شاء الله فيما بعد می آید، این دلالت میکند که دعوت به سوی توحید واجب است. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله امر کردند ثم دعوهم الى الاسلام، یعنی اولین چیزی که یعنی دعوت میکنی لا اله الا الله باشد، توحید باشد و بعد از این به اسلام. امر پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به وجوب میکند. البته تمام امر در زبان عربی او اصلش دلالت به وجوب میکند. بارک الله فیکم. پس هر کسی که آموخته است میداند باید دعوت به سوی توحید بکند و این پیروی از رسول الله است. خیلی که در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی در آیه 21 میگوید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. هر کسی که الله را به الله امید دارد، الله را میخواهد، روز قیامت را میخواهد، نجات را میخواهد، برای همون رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه نیکو هستند، الگوی نیکو هستند، نمونه نیکو هستند. پس من و شما اهل توحید باید نمونه من، الگویمون، پیشوایمون محمد صلی الله علیه وسلم باشند. ما پیشوایمون محمد صلی الله علیه وسلم است. مثل طاغوت پرستان نیستیم. صوفی ها به خودش پیشوای دارد، ایشان ولیه، رافضه به خودش پیشوای دارد و هر یکی از این فرقه های باطل به خودش یک پیشوای دارد که حتما گفته اون را 100% به جا میآورد و حدیث را یک طرف میگذارد. کفار طاغوت پرستان و دموکرات های علمانی ها را ببینید. دموکرات ها به خودش پیشوا دارد، حزبی ها به خودش پیشوا دارد، همه اش در روز قیامت از پشت این پیشوایش به جهنم می رود. چرا که همه اینها نااطاعتی از الله میکنند. باید پیشوای اینها رسول الله میشد، اما اینها رسول الله را ترک کردند، توحید متابعت را ترک کردند. پیشوای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیشوای اهل توحید، پیشوای موحدین این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. توحید متابعت، ما یگانه پیروی از رسول الله میکنیم، یگانه منهج رسول الله را پیرو میشویم و یگانه گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم را 100% به جا میآوریم و یگانه رسول الله را اطاعت مطلق میکنیم. بارک الله فیکم. و نمونه و الگو و پیشوای ما، اسوه حسنه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس هر کسی که قادر به دعوت، قادر دعوت نمودن به سوی توحید است، برای اون واجب است. یک کلمه میدانی برسون، توحید را زنده بکن. رو بروی اهل بدعت تبسم کنان خاموش ننشین. به اهل بدعت خبر ته که تو موحد وجود داری. والله اگر هر یک موحد به این اهل بدعت برساند که اهل توحید این مجلس وجود دارد، بدعت همیشه خاموش است. اهل بدعت همیشه خاموش است و بدعت همیشه خاموش خواهد شد و نابود خواهد شد. بارک الله فیکم. پس دعوت به سوی توحید چگونه باید باشد؟ علما میگند وسیله هایی که به همان وسیله ما مردم را دعوت میکنیم، این وسیله ها توقیفی هست یا که اجتهادی؟ مسئله این است که همین وسیله هایم در قرآن و سنت ذکر شده است توقیفی، یعنی از جانب شریعت ذکر شده است، یا که من خودمون اجتهاد میکنیم به کدام راه نباشد به سوی توحید دعوت میکنیم، یا که به همون راه دعوت میکنیم که الله و رسولش نشان داده است. البته علما بعضی هاش میگن که توقیفی مطلق است، بعضیش میگن اجتهادی، لیکن قول راجح توحیدی و اجتهادی. توحید یعنی توقیفی. اصل راه دعوت را الله سبحانه و تعالی و رسولش به ما خبر دادند.
که دعوت به چگونه به سوی توحید چگونه دعوت کرده شود. هر کس از پیش خودش چیزی که خواست دعوت کرده نمیتواند. اصل توحید از حرام نباشد، از منکرات نباشد، از شرک نباشد. یعنی برای حرام، برای منکر، برای فساد، برای باطل، برای شرک و کفر انسان نمیتواند که مردم را به توحید دعوت بکند. برای بدعت به سوی توحید دعوت کردن حرام است. قادر نیستی که برای حقیقی، برای منهجی که به همون راهی که الله و رسولش اون راه را گذاشته است به سوی توحید دعوت بکنید، قادر نیستی خاموش بنشین، خودت را موحد بکن. حرام را در دعوت همراه نکن. اما بعضی از چیزهای اجتهادی هم داخل کردن باکی ندارد. بارک الله فیکم. پس وسایل اجتهادی بمانند مثلا همین چیزهایی که امروز ما ثبت میکنیم. مثلا این صدایم رو من ثبت میکنم به واسطه این صدا ثبت کن، به شما ارسال میکنم، شما گوش میکنید. این هم یک نمودی دعوت است. وسیله یک راه اجتهادی، راهی که نو به وجود آمده است که به اصل خلافی نیست. پس باید برادران عزیز دعوت ما از شرک و کفر دور باشد. انمین آخر آیت سوره یوسف 108، آخر این آیت که الله سبحانه و تعالی خبر میداد که محمد بگو و سبحان الله و ما انا من المشرکین. الله پاک است. سبحان الله، الله پاک است، منزه است. از چی؟ از تمام عیب و نقصان هایی که انسان ها به الله نسبت میدن. الله پاک است از فرزند داشتن، از پدر و مادر داشتن، از زن داشتن، از خوراک خوردن و از نوشیدن، از تمام نقصان ها. الله همیشه زنده است، پاینده است. الله خواب نمی کند، چرا که خواب رفتن نقص است. عموما علما میگن هر چیزی که در این دنیا برای انسان اگر کمالات باشد در نزد الله نقص است. مثلا خواب رفتن برای انسان این یکی از سببهای به کمال رسیدن است، کمالات است. خوراک خوردن، زن گرفتن، فرزنددار شدن، این همه در نزد انسان کمالات است، انسان را به کمال میرساند. یعنی یک انسان فرزنددار نشود میگوید این کمبودی دارد، خانه ندارد کمبودی دارد، خوب نمیرود کمبودی دارد، مریض است. اما این کمالاتی که در نزد انسان است در نزد الله ناقص است، نقصان است. به الله این چیزها را نسبت دادن جایز نیست. الله سبحانه و تعالی بی‌نیاز است. الله پاک است از تمام عیب و نقصان. سبحان الله و ما انا من المشرکین، و من از جمله مشرکین نیستم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله آشکار در دعوت میگن که من از جمله مشرکین نیستم. ای مشرکین، من شما را به سوی توحید دعوت میکنم، به یکتاپرستی دعوت میکنم، شرک را ترک بکنید، کفر را ترک بکنید و من را دانید که من از جمله شما نیستم، من از شما بیزارم. سبحان الله. شیخ محمد ابن عبدالوهاب از همین قسم آیت دو فایده میگیرند. میگن که من دلائل حسن التوحید انه تنزیه الله تعالی عن المسبح. یکی از دلالت‌های خوبی و زیبایی حسن توحید این پاک کردن الله، منزه کردن الله تعالی از اهانت است. اهانت چیست؟ البته کلمه تاجیکی اهانت یعنی تحقیر نمودن، سبحان الله، دشنام دادن الله، یعنی چیزهایی که ناشایسته هست به الله نسبت دادن، همین اهانت است. ببینید یکی از زیبایی های توحید، خوبی های توحید، حسن و جمال توحید این است که الله سبحانه و تعالی را از تمام اهانت پاک می کند، دور می سازد. وقتی که انسان الله را به توحید می شناسد، حقیقتا الله را می شناسد، الله را از تمام عیب و نقصان پاک می کند. چه خیلی که الله خواسته است همون خیلی الله را می شناسد. وقتی که انسان مردم را به سوی توحید دعوت می کند، یعنی به سوی
احترام الله، به سوی عبادت الله، به سوی پاک کردن الله از تمام نقصان ها و عیب ها. انمین توحید است. و دومین فایده که شیخ محمد ابن عبدالوهاب ذکر میکنن، میگن که شرک به نهایت چیزی بد است. میگند از بدی شرک این است که این اهانت بزرگ به الله است. یعنی هر کسی که شرک را انجام میدهد، کمترین شرک هم این اهانت به الله است. سبحان الله، تحقیر کردن الله است، دشنام کردن الله است. شرک این همان چیزی هست که الله نمیخواهد اما بنده انجام میدهد. ببینید زیبایی توحید، خوبی توحید، جمال توحید که الله را از تمام عیب و نقصان پاک می کند، از اهانت الله را پاک می سازد. اما بدی شرک را ببینید، خباثت شرک را ببینید، قباحت شرک را ببینید که به الله اهانت را نسبت می دهد. سبحان الله. از این دو فایده که در زیر این قسم آیت و سبحان الله و ما انا من المشرکین و الله پاک است و من از جمله مشرکین نیستم، ما چه قاعده باید بگیریم؟ علما میگن چخیلی که شیخ خضیر ابن الخضیر، علی ابن الخضیر الخضیر، در کتاب، البته کتاب توحید، الجمع والتجرید في شرح كتاب التوحيد، و اینچنین شیخ سلیمان ابن عبدالعزیز، سلیمان ابن عبدالله، و اینچنین عبدالرحمن در کتاب قرة عیون الموحدین و فتح المجید ذکر میکنند و میگویند که در همین قسم آیت اصل از اصول و قاعده از قاعده بزرگ دعوت ذکر شده است. این چیست؟ این قاعده بزرگ چیست؟ این است که میگند و هی ان الدعوة یجب ان تكون بعیدة عن الشرك فلا يجوز ونحن ندعو الى الله ان نلتبس بشيء من شرك او كفر في طريق الدعوة. الله اکبر. این آیت به ما میفهماند که دعوتی که ما میکنیم واجب هست که باید دور از شرک باشد. هر یک دعوتی که ما به سوی الله میکنیم، به هر یک دعوتگر واجب است که این دعوتش پاک از شرک باشد، دور از شرک باشد. واجب است که دعوت دور از شرک باشد، پاک از شرک باشد. جایز نیست که به سوی الله دعوت بکنیم و در همین حالت آمیخته به شرک و کفر باشد. دعوت آمیخته به شرک و کفر، دعوت به سوی الله اما آمیخته به شرک و کفر. سبحان الله. شما سوال میکنید که در حالت دعوت نمودن، هنگام دعوت نمودن به سوی الله هم ممکن است که انسان به شرک و کفر داخل شد؟ بله. دعوت به سوی الله میکنی اما در همین حالت میخواهی که خودت را مشهور بکنی. دعوت به سوی الله میکنی به واسطه شرک، به واسطه دموکراتی. مثلا امروز علمانی ها را ببینید. اردوغان امروز به نام اسلام نره میکشد. بسیار دعوتگران صوفی و اشاعره و ماتریدیه و بدعتی ها نره میکشد که دعوت به سوی الله میکند. و ببینید حزبی ها دعوت به سوی گویا که الله میکنند، نام حزبش را هم اسلامی میماند. اما وقتی که به دعوت اونها نظر میکنید میبینید که سرشوی دعوتشون اسلامی است و بعد از این کفری هست. یعنی میگن که ما مقصدمان اسلام است اما به همین اسلام به واسطه کفر میرویم، دیگر علاج نداریم. یعنی قرآن و سنت را به واسطه دموکراتی، به واسطه علمانی، به واسطه فکر و ساخته منهج خودمان، به واسطه چیزی که من و شما میخوایم همونطوری. چرا اینجوری؟ میگن که دیگر علاج نیست. امروز همین را از ما میطلبد. البته والله دروغ گفتند، بهتان گفتند، به شرک و کفر واقع شدند. این کفر است.
دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی الله، دعوت به سوی لا اله الا الله حاجت به شرک و کفر و نفاق ندارد. ما به سوی توحید باید به توحید دعوت بکنیم، به سوی الله به توحید، به حق، نه به باطل. انا همین رو این آیت میفهماند و سبحان الله و ما انا من مشرکین همین رو میفهماند که من دعوت میکنم در حالتی که از شرک دور هستم، براءت از شرک میجویم. وسیله که ما به همون وسیله، واسطه که ما به همون واسطه دعوت میکنیم باید واسطه و وسیله صحیح و درست باشد، نه به وسیله و واسطه غیر شرعی، کفری، شرکی. پس ببینید زمانی که شرک قبیح باشد، اهانت به الله باشد، تحقیر الله باشد، دشنام الله باشد، چگونه می شود که به همین راه شرک انسان به طریقه شرک، به واسطه شرک به سوی الله مردم را دعوت بکند؟ پس این آیت قاعده از قاعده های بزرگ یا که اصل از اصول دعوت را به من شما دلالت میکند که یعنی خبر میدهد که این است که شرک هیچگاه یکی از وسایل دعوت به سوی الله شده نمیتواند. شرک، کفر هیچگاه وسیله دعوت به سوی الله نیست. مثال شما بگید که برادر مثال بیارید از همین قضیه معاصر، مثال های زمان خودمون رو بیارید که چگونه مثلا انسان میتواند که به واسطه کفر هم خیلی چیز باشد که به واسطه شرک و کفر من به اسلام دادن. مثال امروز وجود دارد پارلمان میگیم به زبانی تاجیکی، من و شما این میگند مجلس ملی، مجلس عالی، پارلمان هم میگند. یعنی این یک بینایی که در اون بنا نماینده های مردم در اونجا می نشینند و گویا برای مردم، برای اصلاح مردم قانون ها را قبول میکنند، قانون های جدید یا که قانون های کهنه را منع میکنند و غیره. در همه دولت های کفری وجود دارد، در تاجیکستان، در روسیه، در همه جای دنیا. البته این پارلمان از نظر اسلام شرکی هست و هر کسی که به همین نماینده شده رفته است مشرک است و کافر است. هر یک دپوتاتی که امروز در همون پارلمان می نشیند خودش رو مسلمان گردن مرتد است و کافر است و مشرک است، چرا که او خودش رو قانونگذار انتخاب کرده است، در اونجا قانون قبول میکند، قانون بر ضد اسلام. البته ببینید مسئله ما کجا است. بعضی از مسلمان ها میگویند که من به پارلمان میروم و به واسطه همین پارلمان، به واسطه همین مجلس به اسلام خدمت میکنم. یعنی در درون مجلس وقتی که سوال شد که راضی یا نه، من مخالف میبرایم، من به اونها میگویم و نمیگویم و غیره و ذلک. ما میگیم که علمای اهل سنت و الجماعت میگن انمین مجلس، انمون پارلمان، انمون بینایی که همون مجلسی که دپوتات ها و نماینده ها رفته می نشینند، این مجلس مجلس شرکی هست و کفری هست. انسان در حالت ندانستنش رود هم، در حالت شوخی یا که در حالت بغیر قصد یا که به اختیارش غیر از اکراه در حد کدام حالت در اینجا حاضر نشود و خودش را نماینده بگیرد و در کدام حالت نشود هم به شرک واقع میشود و مشرک میشود. جهل عذر نیست. پس آیا ممکن است که انسان به خاطر دعوت کردن به همین مجلس شرکی برود؟ مقصد ما همین است که جایز نیست، حرام است. به واسطه کفر، به واسطه شرک به اسلام دعوت کردن حرام است. الله سبحانه و تعالی به این چنین دعوت نیاز ندارد. به سوی توحید، براه حق، به سوی توحید دور از شرک باید دعوت بکنیم.
به خاطر دعوت به سوی الله، به خاطر مصلحه دعوی، یعنی میگن به همین واسطه دعوت میکنیم، این یک مصلحه برای دعوت است. به پارلمان ها داخل میشویم، این است و آن است، این کفر است و این شرک است، این جایز نیست. به این واسطه به سوی توحید دعوت کردن جایز نیست. یا که مثال دیگر، یعنی به حکومت های کفری و شرکی داخل شدن و بعضی میگن که ما در درون حکومت داخل میشویم و در سیستم های کفری این کار میکنیم. بمانند این که بعضی از ملاها یا که مفتی است بگویم، یا که ایشان ها یا که صوفی ها اجازت میتید که بعضی از مسلمان بچه ها در قسمی، یعنی بگویم شرطه، پلیس، همچون میلیسه کار بکند یا همچون امنیت کار بکند، همچون یک مردی جنگی در ارمیه کار بکند، شغل داشته باشد. میگن این مصلحت دارد، به همین واسطه به اسلام خدمت میکنی، والله این حرام است، جایز نیست. به همین واسطه دعوت کردن شاید یک راه دعوت باشد، شاید در این راه یگون فایده مصلحه باشد، اما اصلش حرام است. ما به خاطر یک مصلحه کمی به شرک واقع نمیشویم، به خاطر مصلحه دعوت به شرک واقع نمیشویم. انا مقصدی آیت همین است. ببینید که چقدر الله آشکار بیان کرده است. برای همین میگم که برای اهل توحید در این نمود قسم ها کار کردن، یعنی قسمی که شما در یک قسم حکومت کار بکنید که به حکومت کمک بکنید، به پیشروی اون کمک بکنید، در پارتی اون باشید، در ارمی اون باشید، البته همش کفر است، شما کفر میشود، مرتد میشود. و کسی که نیت دعوت رو دارد صد نامعقول کرده است، غلط است. یا که مثال دیگر، یعنی عهد و پیمان کردن به علمانی ها، به دموکرات ها. مثلا یک قسمی از اهل توحید بیاید بگوید که ما به علمانی ها، یعنی اهل توحید به علمانی ها، اهل توحید به دموکرات ها بگوید که ما به شما عهد و پیمان میکنیم، همکاری میکنیم، ما کمک شما میکنیم، شما کمک ما، تحالف میگن به زبان عربی. و همین کار را یک نمودی دعوت بگوید. البته این حرام است. دعوت به سوی الله به این چیزها نیاز ندارد. به خاطر دعوت به شرک و به کفر در آمدن حرام است و به واسطه کفر و شرک به سوی الله و به سوی توحید دعوت کردن حرام است. یا مثال دیگر، امروز حزب میگوید، حزب اخوان المسلمین، حزب اردوغان در ترکیه، حزب اسلامی که در بنگلادش بود، حزب اسلامی که در مالزی هست، حزب نهضت به نام اسلامی تاجیکستان، همه این حزب ها میگن مقصد اساسی ما رسیدن به حکومت اسلامی است، اما حالا که نمیتوانیم به واسطه دموکراسی میرویم. ما میگیم یک لحظه اقرار شرک انسان را کفر میکند و ها بگن که ما دموکراسی رو اقرار نمیکنیم، علمانی رو اقرار نمیکنیم، مجبوریم. ما میگیم که این حرام است، اما از سبب مجبوری میکنیم. میگیم اگر حرام گفته انجام دهید هم مشرک میشه، چرا که این شرک است. شرک اکبر حرام گفته میکنید، حلال گفته میکنید. حلال گفتن این یک شرک بود دیگرش است، این جهد است. حرام الله را حلال گفتن این یک کفر مستقل است. انجام دادن و این یعنی قبول کردن سیستم نظام بجز نظام الله به غیر نظام الله، این کفر مستقل است. به این راه دعوت کردن به سوی الله، خدمت کردن به سوی الله به راه کفر البته جایز نیست. چرا که الله میگوید که ای محمد بگو و سبحان الله و ما انا من المشرکین، الله پاک است، بی نیاز است از این همه شرک شما و من از مشرکین نیستم. حتی ببینید علما میگن ای یدعو الی الله منزها الله، ای یدعو الیه بشرک او بکفر، دعوت به سوی الله میکند و الله را از تمامی یعنی دعوت به سوی الله میکند و در همین دعوتش الله سبحانه و تعالی را از شرک و از کفر پاک میکند. پس دعوتگر به سوی توحید باید دعوت به سوی الله بکند، دعوت به سوی توحید بکند و در همین دعوتش از شرک و کفر دور باشد، شرک و کفر را انجام ندهد. به سوی الله به شرک و به کفر
دعوت نکند و الله را از شرک کفر پاک سازد. بارک الله فیکم. پس ببینید امروز به خاطر مصلحه دعوت شده انسان ها چقدر مسلمان ها گمراه شدند. البته بعضی فتوا هم دادند. البته این فتوایی که برای در آمدن پارلمان، برای انتخابات اشتراک کردن، همش البته از همین جا به وجود میاد، همش غلط است. یعنی مسلمان نباید به انتخابات ها اشتراک بکند، مسلمان نباید به انتخابات رود و آواز بدهد، مسلمان نباید نام خودش را به انتخابات بماند، مسلمان نباید به حکم غیر الله حکم کردن راضی باشد و بر اونجا خودش را نامگذاری کند، مسلمان نباید به دیپوتاتی نامگذاری بکند، مسلمان نباید به این جاها به خاطر مصلحه دعوت، به خاطر مصلحه، به خاطر تغییرات آوردن نباید به اینجا رو، چرا که این همه چیزهایی که ذکر کردیم همه از شرک مستقل است. وقتی که وارد میشوید به خاطر توحید مشرک میشوید، این جایز نیست. به مجلس های شرکی رفتن، به پارلمان رفتن، سبحان الله. ببینید الله سبحانه و تعالی چگونه حرام کرده است، یعنی مرتکب شدن به نمود از نمودهای شرکیات یا کفریات یا که گناه به خاطر مصلحه دعوت را چگونه حرام کرده است. یعنی الله خودش حرام میکند، رسول الله صلی الله علیه و آله حرام میکنند که به خاطر دعوت شده شما به شرکیات یا کفریات یا به گناه آمیخته شوید. میگن به خاطر دعوت به شرک و کفر گناه نروید، به خاطر مصلحه دعوی شرک و کفر گناه نکنید. چرا؟ اولا الله سبحانه و تعالی میگوید فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. به هر آن چیزی که تو امر کرده شد، یعنی مأمور شدی، همون را ظاهر کن. صدع یعنی ظاهر کردن حق در حالتی که همه مخالف هستند. یعنی تو ظاهر بکن اون حقی که مأمور شدی از جانب الله، به همه امرهای الله کرده ظاهر باش، گرچنده که همه مخالف باشند. و اعرض عن المشرکین، و از مشرک ها اعراض بکن، روی گردان، اجتناب کن، دور بشو، اعتزال نما. و حتی این آیت دلالت میکند ببینید در برابر شدن در سیاست، در کسب‌های سیاسی، در کسب‌های سیاسی کفری، مسلمان اهل توحید نباید هم پهلوی کفار منصب سیاسی کفری داشته باشد. اهل توحید از این چیز باید دور باشد. اهل توحید باید کوشش بکند توحید را آموزد و برای حکم الله در روی دنیا زنده شدن کوشش بکند. پس ببینید این آیت حتی دلالت میکند، سیاقش همین را میفهماند که آشکار کردن حق، الصدع بالحق، آشکار کردن و ظاهر کردن حق، گرچنده که انا همون مخالفان حق به تو دشمنی بکنند، به تو مخالف بشوند، به شریعت تو مخالف بشوند، با این همه تو باید حق را آشکار بکنی. این آیت دلالت میکند که اهل توحید همیشه حق را باید آشکار بکنند و به خاطر توحید اونها نباید به شرک و به کفر روند، یعنی در همه حالت به شرک و به کفر رفتن حرام است. یا آیت دوم که باز همین رو میفهماند که به واسطه کفر، شرک و گناه به سوی توحید، به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت کردن حرام است. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. پیرو بشو به آن چیزی که الله به تو وحی نمود، به سوی تو از ربت، از رب تو، از اله و معبود تو به تو وحی شد، به همون پیرو بشو. آنی که نیست معبودی بر حق بجز او، و از مشرک ها پرهیز نما. در اینجا لفظ اعراض یعنی روی گرداندن عام است. یا که در آیه دیگر میاد وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و حق را از الله، از ربت بگو، هر کسی که ایمان بیاورد و هر کسی که خواست
کافر بشود. ببینید وجه دلاله از این آیت چیست؟ علما میگن وجه دلاله از این آیت همین است که من و شما مأمور هستیم به گفتن و آشکار کردن سخن حق. من و شما مأمور هستیم که توحید را آشکار بکنیم، گرچنده که به این سخن حق ما یک امر دیگری ترتیب یابد. ما سخن حق را میگوییم، اگر از این سخن حق ما بعضی ها ناراحت بشوند، قبول نکنند، از حق روی گردانند، این عیب ما نیست، عیب خود اون است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میگه والفتنه اکبر من القتل، یا که در جای دیگر میگه الله سبحانه و تعالی والفتنه اشد من القتل، فتنه بزرگتر از کشتن است، فتنه بزرگتر سختتر از کشتن است در دیگر آیات. اما معنی این آیات رو ببینید، چخیلی که ابن کثیر رحمه الله در تفسیر قرآن عظیم میارند، میگن که ابو عالیه، مجاهد، سعید ابن جبیر، عکرمه، حسن، قداده، ضحاک، ربیع ابن انس، همه اینها میگفتند که در اینجا فتنه معنی شرک است. در هر دو آیات فتنه معنی شرک است. شرک سختتر و بزرگتر از کشتن است و از جنگ و از خونریزی است. برای شیخ سلیمان ابن سحمان رحمه الله میگن که فتنه این کفر است، فتنه این شرک است. اگر بادیه های، اگر شهرهای زیاد کشته شود، این آسانتر است نسبت به این که یک طاغوت را مردم بپرستند، یا که یک طاغوت را به خود بگیرند که یحکم بخلاف شریعت الاسلام، به خلاف شریعت اسلام بگیرد. ببینید تمامی شهرها و چقدر بادیه ها کشته شدنش در نزد الله این سبک است. مردم زیاد مردنش سبکتر است، خون زیاد ریختنش در نزد الله سبکتر است نسبت به این که مردم به خودش یک حکم طاغوت را بکند که قبول بکند که حکم به غیر حکم الله بکند. یعنی این حاکمانی که حکم به غیر حکم الله میکنند از میلیون ها خون ریخته هم درجه اش سختتر است، چرا که اینها شرک را میکنند. شرک از فتنه به معنای شرک است و کفر است. شرک و کفر اکبر البته از خونریزی و از قتل سختتر است. بارک الله فیکم. البته در این مسئله دلیل ها به نهایت زیاد است که دلالت میکند که من و شما نباید به سوی الله به کفر دعوت بکنیم. پس دعوت کردن به سوی الله به واسطه کفر، شرک، گناه، این یک بدعت است، این یک گمراهی است، مخالف اجماع سلف امت است. چخیلی که ابن تیمیه رحمه الله این مسئله را بیان نمودند. به نزد ببینید یک دلیل رو ببینید که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عتبه بن ربیعه و چند از بزرگان قریش می آیند، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند فرقت جماعتنا وعبدت دیننا وشتمت الآباء وشتمت الآلهة وفضحتنا في العرب. ای محمد صلی الله علیه و سلم، جماعت ما قریشی ها رو دو تقسیم کردی، تفرق کردی، دین ما رو عیبناک و شرمنده کردی، پدران باباهای گذشته ما رو حقارت و دشنام کردی، این معبودان ما رو، این هیکل هایی که ما میپرستیم اینها رو تو دشنام دادی و در بین تمام عرب ما رو شرمنده کردی. ایها الرجل، یعنی ای محمد، ای مرد، این کنت انما بک الریاسه عقدنا لك فكنت رأسا. اگر تو مقصدی ریاست داشته باشی ما به تو وعده میدیم که تو رئیس ما میشوی. یعنی ببینید، یعنی رئیس حکومت میشوی یا رئیس وزرای ما میشوی، یعنی در قریش آدمی اساسی تو میشوی. اگر خواهی بیا رئیس قریش شو، رئیس مکه شو. و این کنت ترید شرفا سودناک علینا، اگر تو شرف شدن میخواهی، شرف کی رو میگفتن قریشی ها؟ یعنی مجلس میکردن، در همون مجلس یک نفر شرف اهم آدمی، یعنی با شرف و پر احترام بود. در بالای همین مجلس اهم سردار تو رو میمونیم، از همه آدم های بهترین سردار اونها در همه مجلس تو هستی. قریشی ها یک مجلس داشتن که از همه آدم های بزرگ می نشست.
گفتند ای محمد صلی الله علیه و آله اگر خواهی سردار همون مجلس، سردار همون بزرگان بشوی، بمانند رئیس پارلمان امروزه، خواهی بیا رئیس پارلمان شو، رئیس وزرا شو، رئیس حکومت شو، رئیس پارلمان شو. و این کنت تريد ملکا ملکنا علینا، اگر ملک خواهی ما تو را به خودمون پاشو میکنیم، یعنی رئیس جمهورت میکنیم، بیا، اما ما را اذیت نتی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیکار کردند؟ قبول نکردند. این حدیث در حقیقت ثابت شده است، در مسند و سنن و مصنفات وجود دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله یکی از این پیشنهاد اونها را قبول نکردند. یعنی نگفتند که من به خاطر دعوت بیا، حاضر من رئیس قریش میشوم، رئیس جمهوری قریش میشوم، یا که بگیم رئیس این قریش و پادشاه اینا میشوم، همیشه بعد از این اهل توحید میکنم، یا سردار این مجلس پارلمانش میشوم، شرفی اونا میشوم. نه والله، براءت را اعلان کردند. اولی سوره فصلت را به آنها قرائت کردند، اعراض کردند، به توحید قائم شدند، توحید را آشکار کردند، کفر به طاغوت را هم زبانن هم اعتقادن هم عملا نشان دادند. به این یعنی نظام طاغوتی، به تمام انظمه طاغوتی که وجود داشت در زمان خودشان محاربه کردند، بخصوص به قریشی ها. و این یعنی نظام طاغوتی شرکی را نظام بی‌عقلانه و بی‌خردانه نامیدند و براءت را اعلان کردند. البانی رحمه الله این قصه را، همین قصه که ما حالا گفتیم، همین حدیث، همین روایت رو میگن که ابن اسحاق در مغازی روایت کرده است. مجله یکم، در کتاب مغازی مجله یکم صفحه 85 185، کتاب مغازی 185 صفحه، کتاب ابن اسحاق. و این چنین از سیره ابن هشام به سند حسن از محمد ابن کعب القرظی، و این چنین از طریق دیگر حدیث جابر رضی الله عنه، چخلی که در تفسیر ابن کثیر مجله 4 100 صفحه یعنی اونجا ذکر شده است. و سندش را شیخ البانی حسن میگد و دیگری از علمای زیاد این حدیث را صحیح دانستند. ببینید اگر همین پیشنهاد امروز به این سیاستمدارای مسلمان، به این حزبگراهای مسلمان، به این اهل بدعت‌هایی که خودشون مسلمان میگن، به این ملاها که دعوتگرشوها بگیرید، این پیشنهاد بکنید، یعنی بیا رئیس جمهور شو، بیا رئیس مجلس عالی شو، بیا رئیس ولایت شو. گوید چی میگوید؟ براءتش رو اعلان میکند، قبول میکند یا نمیکند؟ جان جانگویان دویده میرود، توحید رو هم بسیارش والله اعلم ترک میکند. امروز مفتی ما بازیچه طاغوت شده است، طاغوت پرست شده است، مشرک شده است، خودش بیخبر است. سبحان الله. پس این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند که این دلالت میکند که در راه دعوت نباید ما به شرک و کفر واقع بشیم. پس اصلا در این مسئله من دلیل های زیادی رو جمع نمودم، زیاده از 23 دلیل رو جمع کردم که در راه دعوت انسان نباید شرک را استفاده برد، نباید کفر را استفاده برد و نباید گناه را استفاده برد. اما ببینید که ما در 43.5 دقیقه به همین جا رسیدیم و دیگر حالت سخن کردن نداریم، برای اینکه زیاد می شود، طولانی می شود. و از همین جهت میگیم که بارک الله فیکم، دعوت به سوی توحید نباید دعوت آمیخته به شرک و کفر، به واسطه شرک و کفر و بدعت باشد. و ان شاء الله با همین القرار به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده فکر میکنم یک حلقه دیگر